بس از نگران شد. دختر راحت بود. گلسوم بیبی امروز خوش هستم. کوشش نکنین من عصبانی بسازم. خداحافظ. خداوند ذهنت روشن داشته باشه. صبح خیر مادر. برفین کجاست؟ به خریداری میریم. بسیار هیجانی است. فهرست نوشته میکنه. فقط که بسیار کار خوب انجام داده که قدر هیجانی است. نمیفهمم او به کدام روی به خریداری میره. راستی به زهرام لباسای قیمتی بگیرین. درست است که پدر مادرش فقیر هستن، اما زهرا دیگه عروس کرمانیا میشه. نباید پیش مردم کم بیاییم. فاطمه خواهر هیچی هست. یک چای تیره برم دم کن. منتظر چی هستی فاطمه؟ نشنیدی که گفت چای تیره بیار؟ چرا استاد هستی؟ هدیه آمادگی های شب هنا را گرفتی؟ فاطمه چند خدمتکار خواستم مادر. تا ما از خریداری بیاییم آماده میسازم. این حالت ما را ببین. به خانواده کرمانی های هیچ نمیزیبه. فقط که از آتش مال نجات میدیم. برفین یکی خو ما را پیش همه گی رزیل ساخت. دوم به خاطر او آزاد ما جان خود از دست میداد. کجا میری بچه؟ ما دیگه میرم مادر. وقت آماده شدین برام خبر بتین. بله میخوایم براتون خبر بدم. علی کرمانی دیروز آزاد کرمانی بیادرم از زخمی ساختم. کسی به عیادتت آمده؟ دایی صبح وقت کی آمدم مادر؟ خانم معلم آمده. مده بیرون هستم بچه. درست است مادر. تشکر میکنم. خوش آمدی ملکه. هیچ خوش نامدم آزاد. دیروزم آمدم اما دوران برام اجازه نداد. شبم خوابیده نتونستم. میشه درباره مریضیت برام توضیح بدی؟ دیروز دوران برام گفت که تکلیف معده داشتی، اما دیشب پرستار گفت زخمی شدی. درست است راحت باش، اونجا بیشی. دیروز وقت اسلحه ما پاک میکردم از پیشم فایر شد. یعنی چیز قابل تشویش نیست. توقع نداری که گپت باور کنم؟ چرا باور نمی کنی؟ به خاطر که هر کس درباره هر چیزی که دلش میخواه برام میگه و البته نگفتن امانه که من بالای گپای تو شک دارم. حالا میشه لطفاً واقعیت برام بگویی؟ چی رسم پنهان میکنی؟ ملکه تو خود رسم و رواج اینجا را میفهمی. قوانین و رواج ها متفاوت است. بله میفهمم، اما نداره. کسایی که خواستن قوانین تغییر بتن هیچ وقت و هرگز به این کار موفق نشدن. ما هم نمیخوایم تو ضرر ببینی ملکه جان. متاسف هستم آزاد. ما قسم آدم نیستم. مبارزه در راه حق برام یک افتخار بسیار بزرگ است. ملکه اینقدر
لباس چرا گرفتی جانان؟ اگه کسی ببینه فکر میکنه که پیش دختر خود کوچ آوردن. فقط برای 2-3 روز میریم، ملکه را گرفته و پس میاییم. سمیه جان بیبی کدام مشکل خلق نکنی. آخرین باری که جنگ کردین ماها با هم گپ نزدن سمی. جانان ما دختر ما را اونجا نمیمانم. اگه گپ نزد بیای اما در خانه خود باشه. قهر کنه گپ نزنه هیچ فرق نمیکنه. بله حق با توست، اما چی بفهمم دیگه؟ دخترت خو میشناسی، وقتی تصمیم گرفت منصرف ساختن اون ناممکن است. ما هم دیگه چاره نداریم، اگه لازم شد به زور میاریمش. به هر صورت برش زنگ بزن، بگو که پیشت میاییم. شاگردا چی حالت دیسن؟ فهمیدن همیشه که نفهمیده میگه سنفس یا کوچه؟ چی شده مدیر صاحب؟ کدام مشکل است؟ نه خیر ملکه خانم، ای که شما دیر آمدین شاگردا بسیار سر و صدا کردن. یک چند دقیقه سرم ناوقت شد، معذرت میخوایم. در ضمن اگه شما تشویش زهرا را دارین، چند دقیقه پیش به پدرش زنگ زده بودم، گفت که دل درد است آمده نمیتونه. ها با اینا گفته که دل درد است. قرار است امروز خانم بیادرمه به خریداری ها رو زیبو برن. خیرت باشه انشالله. دروازه را باز کنین، پلیس است. شما اینجا را سرای فکر کردین؟ چی گپ است که دی صبح وقت آمدین؟ امر دستگیری علی کرمانی را داریم. ما امرای استاد کار دارم، او دیگه از عده خود میگذره. صبر کو قدیم جان، بدون ای که چیز را بفهمی یا تحقیق کنی نرو. چه قسم تحقیق کنم مادر؟ کار کی بوده میتونه؟ کار ما است. ببینم که وقت زندان باشم عروسی کی را برگزار میکنیم. خدایا تو برم صبر بچه. برای ما مرسای. هیچ کس نباید خبر شود، فهمیده شد؟ ما براتان گفته بودم مادر که حتما یک کار میکنه راحت نمیشینه. حال دیده؟ حال راحت شدی، خوش شدی برفین خانم؟ برفین دخترم برو آماده شو، گلسومم حال میرسه. دخترم قربانت شوم، در خریداری کدام مشکل خلق نکنی، درست است؟ بخو بچه، از دیروز تا حالا یک لقمام تیزه نخوردی. بخو. مادر با این سیروما کاملا شکمم سیر می باشه. او جای خود دارم، از دیام باید بخوری، باید زود خوب شوی بچه. مادر علی چطور است؟ حتما بسیار پریشان است. نمیفهمم متوجه کدامتان باشم. مادر من خوب هستم، شما برین متوجه علی باشین تا باز کدام دیوانگی نکنه. حالی میاین، امی که برفی نماده شما میاین. علی را چرا پلیس ها بردن فاطمه؟ تو به خدایا گلسوم او باشه دیوانه است. با پلیس زنگ زده گفته آزاد ما زخمی ساختیم. آزاد علی زخمی ساخته؟ تو با ما چی کردم؟ لطفاً به کس نگو، درست است؟ اگر نه منو میکشن، زنده نمیماند. درست است فاطمه، تشویش نکن، به کس نمیگم. بریم، موتر آوردن، بیاین.
ای باز پیدا شد. خانم گلسوم. استاد ملکه، شما اینجا چی میکنه؟ وقت شما را دیدم زهرا به یادم آمد. او چطور است؟ در خانه است، استراحت کده. ما به گرفتن لباس عروسی به برفین آمده.
داشتم فراموش کردم. هرگز نمیخوایم به او زمان برگردم. نیت می است که دخترم گرفته هر چیز زودتر به استانبول برگردم. خوب گپ است. دخترت گرفته از اینجا ببر آقا سمی. او بر رسم رواج اینجا عادت نداره. در زن بسیار خوش داره در کار زندگی هر کس مداخله کنه. حق به جانب استی. در این شهر نباید هیچ کس در کار کس مداخله کنه. کاش در وقتش ما هم اینقدر عقل می داشتم و نیست. خیرت باشه کدام چیز را فراموش کردین؟ نه خیر، چیزی را فراموش نکردیم. خوشبختانه یادتم ندارم که مثل دیگرها چیزی را فراموش کنم. من راستش فراموش کردن نتونستم. فراموش کردن نتونستین؟ نمیفهمم در مورد چی گپ میزنین خانم. میخوایم اون طفلی را که برات دادیم همون نواسه خود ببینم راشد. گفتین طفل همون نواسه تان؟ البته. اما چه قسم خواد دیدین خانم بیادر؟ او در قریه دیگه است. ما او را به قریه دیگه دادیم. فعلا بسیار دور است. چطور رفته میتونید؟ بسیار خوب، تو مرا اونجا ببر. درست است، شما را میبرم. اما قاسمی چطور؟ سمی خبر نداره. تو هم در عبارت چیزی برش نمیگی. فقط میخوایم او را ببینم. فهمیده شد؟ مرا پیش نواسم ببر. همیاله. یک گلاس قهوه خو می نوشیدین آقا سمی؟ چی شده؟ نه که فکر میکنی در مقابل وام چیز ازت میخوایم چطور؟ ای تو هم دیگه قدرم رای مزاق نکن خدیم خان. تو هم فکر نکن که از دست ما چیز نمیه. ما انوزم خان هستم آقا سمی. تو تشویش نکن. ما میفهم که دخترت چطور از بودن در اینجا بیزار بسازم. بازم برات میگم بهتر از ملکه را دست کم نگیری. از قدیم گفتن که مگس انسانهای اساس دلبت میسازن. دختر تمام قسم است. خاطرت کاملا جمع باشه. زنده باشی. راستی فردا عروسی دخترم است. منتظر شما و فامیلتان هستیم. ملکه را بیارین. گفتین ملکه را؟ او را حتما بیارین آقا سمی. آمدنش بسیار مهم است. درست است، شما را میبرم. اما شما خو میفهمین که عروسی بچه ماست. اگر برم یگانم کار در اینجا باقی میمونه. بانین که جنجال عروسی خلاص شود با شما را میبرم. درست است؟ پس بچه عروسی میکنه؟ بله بله، بچه مامرای دختره که در قصر است امرای مو عروسی میکنه. خداوند خوشبختش کنه. آمین. به این صورت مرا فردا اونجا ببر. بچه‌شم جانان خانم، البته که میبرم. چرا نه؟ خداحافظ خداحافظ خداحافظ. سلام بگوین. چرا آمده بودن؟ از ما چی میخواین؟ میخوایم نواسه ما ببینم. اوه خدای من، حالا ما چی خواد کردیم راشد؟ صبر کوزن، آرام باش. بان کسی چه خود دور شوه. بی عقل. هیچ گپ نمیشه. تشویش نکن. فهمیدی؟ خانم جانان در مورد دختر چیز نمیفهمه. تشویشی چی نداری دیگه؟ فردا در عروسی خانواده کرمانی دعوت هستیم. گفتن خانواده کرمانی؟ اونا فردا عروسی دارن؟ دختر قدیم خان همراه بچه راشد عروسی میکنه. چی شده؟ چرا تعجب کردی؟ یک هفته پیش اونا تصمیم گرفته بودن دختر آقا راشده و بچه‌شون یعنی علی به بدل عروسی کنن. زهرا رو میگی دختره؟ بله. شما زهرا را از کجا میشناسین؟ در بازار اونا را دیدیم. همراه پدر و مادرش شکر میزد. توبه با ما گفته بودن که مریض است. حتی با مکتب روانش نمیکنن. نفهمیدم اونا چطور میتونن اون دختر خورده عروسی کنن؟ البته که عروسی میکنن. اینا بسیار عجیب هستن. به کارایشان دهن آدم باز میمانه. از همین خاطر من نمیخوایم اینجا زندگی کنیم ملکه. و ما هم دقیقاً از همین خاطر میخوایم در اینجا ایفای وظیفه کنم پدر جان. دزم اگر ما آزاد ممانعت نمیکردیم امروز عروسی او دختر خرد میبود. گفتی آزاد؟ بله آزادم بچه اوناست. متاسفانه حالتش شفاخانه است. برام گفت که یک حادثه صورت گرفته، اما من فکر میکنم که به خاطر همین مشکل زخمی شده. شاید بعد از اینکه آزاد مرمی خورد از بدل گرفتن زهرا منصرف شدن. اما نمیفهمم در حال که آزاد در شفاخانه است چطور عروسی برگزار میکنن. تو در کار کرمانی ها مداخله نکن ملکه. اونا انسان های خطرناک هستن. لیاز و پاس هیچ کس ندارن. گفتن که با تو مناسبات خوب ندارن، اما فقط به خاطر ما
تو رام در عروسی دعوت کردن. فقط کدام نکی کردن. باید بگویم چند روز پیش به خاطر ممانعت از یک جرم همراه پلیس پشت دروازهشان رفته بودم. ما حالا در ایران قدم ماندیم. به هیچ صورت منصرفم نمیشم. چی شده آزاد جان؟ جای درد میکنه؟ کدام مشکل داری؟ چرا غذا نمیخوری؟ مادر امروز ملکه اینجا آمده بود. گفت برفینا در بازار دیدم که به خاطر عروسی خرید میکرد. راستش میفهمی که برفین بسیار عجله داره. قبل از تغییر تصمیم خانوادش میخواه این کار خلاص کنه. نوجین مادر راضی شدن که بدون گرفتن بدل عروسی برفی نکنن. و حیران مانده بود که چی کنه بچه. وضعیتش کمی دشوار است دیگه. علی خوب است؟ علی به خاطر تو بسیار متاثر است. عذاب وجدان داره بیچاره. بسیار جگرخون شده. تشویش نکنین مادر. همی که از شفاخانم مرخص شدم همه چیز رو برا میشه. وقت ما شفاخانه باشم اونا عروسی را برگزار نمیکنن. شدی خواهر. خواهرم از خواهر تو که مقبول تر است. زهرا بیا تام کم خدا آرایش کن. نه خیر من نمیخوایم. این گپم امکان داره جانم. تو به قصر کرمانیا با عنوان عروس میایی. کم آرایش کن که مقبول معلوم شوی جانم. کم لفظیدین بزن. پس شو لبت درست بگی که خراب میشه. گفتم نمیخوایم. بیبی برای چی میگم؟ چی بخوای چی نخوای امروز خانم علی میشی. گپ ما فهمیدی دختر جان؟ تو بسیار بیعقل هستی. خدا میفهمه آینده چی خواهد شد. علی بله شعرم چطور است؟
بیادر، من بسیار معذرت میخوایم. نمیخواستم تو را بزنم. بسیار میبخشید. ما فراموش کردیم علی جان. یک حادثه بود و گذشت. کل چیز خوب میشه بیادرم. بعد از هیچ چیز خوب نمیشه. چند دقیقه بعد عروسی میکنم. اما تو وعده داده بودی که مانی عروسی میشی بیادر. تو چی میگی علی؟ عروسی کی است؟ در کجا چه وقت؟ همینجا در قصر است. همیاله خلاص شد. همه چیز خلاص شد. مرا قربانی کردن. حقت ببخش بیادر. علی همراه کی گپ میزدی بچه؟ برم بگو تو چی کردی؟ نه که به بیادرت زنگ زده بودی؟ نه خیر مانا، دوستایم زنگ زده بودن. امروز بسیار مقبول شده یک دانیم. بیا که بریم، منتظر تو هستن. تبریک باشه. زنده باشین. خداوند برایشان خوشی‌های فراوان نصیب کنه. زنده باشین انشالله. بسیار خوب آمادگی گرفتیم. خودگه امروز 2 عروسی داریم، باید مجلل تر می بود. گفتین 2 عروسی؟ ها، علی بچه ایورم همراه زهرا عروسی میکنه، به خیرشان باشه. گفتن همراه زهرا؟ ها اومدن الان عروس داماد اومدن. عروس داماد خوشبخت شوید، صاحب تاج و تخت شوید، زندگی خوش و آرام داشته باشید. سایتان سر نگاه آفرین به تو زهرا، آفرین جانه. بله مادر جان. ملکه، همون شاگرده که دیشب دم آوردش گپ میزدیم، زهرا تازه خبر شدم همیاد عروسیش هست. نه خیر، این چه تو امکان داره؟ بسیار خوب، زوجا به اند جایشان بشینن. زهرا، از ما دور می باشی، هوش کنی نزدیکم نشی، فهمیدی؟ به نظر تو اگه دختر قبل از سن قانونی شوهر بتن جرم نیست؟ تو هم کوشش نکن در کارهایی که مربوطت نمیشه مداخله کنی جانان. مردم این شهر هر کار مطابق رسم و رواج خود انجام میتن. دخترها یک روز نه یک روز خانه شوهر خود رفتنی هستن.
مردم این شهر هیچ دقیقه سن و سال نیستن. تاکسی تاکسی. شما خانم برفین کرمانی با رضایت خود و با مهریه از قبل تعیین شده آقای فرمانکارا را به عنوان همسر خود قبول دارین؟ بله. بسیار خوب شما فرمانکارا، با شرایطی که قبلا ذکر شده شما خانم برفین کرمانی را آیا به عنوان همسرتان قبول دارین؟ بله قبول دارم. بله بله. میشه کم تیستر برین؟ باید زود اونجا برسیم لطفاً. و حال نوبت زوج دوم این محفل است. خانم محترم نام و تخلصتان را بگویید. زهرا کارا. نام و تخلص شما؟ علی کرمانی. شما زهرا کارا، طبق شرایط و مهریه‌ای که از قبل تعیین شده آقای علی کرمانی را به عنوان همسرتان قبول دارین؟ یک بار دیگه میپرسم زهرا کارا، قبول دارین که همراه علی کرمانی عروسی کنین؟ نه خیر قبول ندارم. یه عروسی نمیکنه، هنوز طفل است. مالکه دخترم تو اینجا چی میکنی؟ قدیم خان مرا به یه عروسی دعوت کرده بود، ما اومدم دیگه. این کارتون خلاف قانون است آقایان. این کارتان جرم است، شما زندانی میشین. مالکه بانش آقا سمیم، خانم مالکه ما را هنوز درست نشناخته. ما هیچ کار خلاف انجام نمیتیم. شما میخواین یک دختر 13 ساله را عروسی کنین قدیم خان؟ این کارتان جرم است. کی 13 ساله است؟ زهرا؟ فقط که ایره نمیفهمین. اینه ببینه که چند سال است.
این دروغ است. اینا دروغ میگن. با خدا اینا تهمت میزنن. گناه داره، بسیار گناه داره. استاد گپایتان فهمیده بزنین. کلتان در گناه شریک هستین. زن بی عقل. ملکه بس از دیگه، مرا بیشتر از این شرمنده نساز. پدر من چرا شما رو شرمنده بسازم؟ هر وقتی که مزق رو گردان شدم با صورت بشرمین. سامه ملکه راست میگه، او هنوز خورد است، فهمیدی؟ بیا که خانه بریم. من زهرا را در این حالت الا کردن نمیتونم. یک کاری کنین. اجازه میتین که بالای طفل ظلم شوه؟ استاد ملکه به نظر من همه چیز قانونی پیش میره، چیزی نیست که غیر قانونی باشه. ملکه خانم شنیدی؟ حالا دیگه از اینجا برو. تو مادری دختر نیستی؟ بگو که در حق دختر مردم ظلم میکنن. بگو همه چیز دروغ است، اینا رو جوری میکنن. اجازه بده اینا جزای خود ببینن، دخترت نجات پیدا کنه. همین که محفل بر هم زدی کفایت میکنه. خودت دیدی همه چیز مطابق قانون است. برو گم شو. برو معلم صاحب، برو گفتم. تحمل ندارم، ما دیگه حوصله نمیتونم. بیشی فرمان کجا میری؟ دیوانه شد؟ میبخشین شما را به زحمت ساختیم. این مربوطه شما میشه. زهرا رو ممرایتان ببرین. استاد ملکه لطفاً ما را به مشکل مواجه نسازید. زهرا من اجازه داده نمیتونم که کار در حق تو انجام بدن، فهمیدی؟ تو میخوای با زورون از اینجا ببری؟ حالا بریم خانه ملکه. پدر دست میلاکو. شما شخص انسان هستین ها؟ هیچ وجدان ندارین؟ چطور اجازه ای کار میتین؟ صبر کنید. این عروسی شده نمیتونه. وای بدون معکولگی هم اینجا بودم. در عروسی خواهرم مرا چرا نخواستن؟ میفهم نبودنم من به فایده تان بود نه؟ به خاطر که اگه من می بودم شما این کار کردن نمیتونستی. آزاد بیسر بگی نکو. در مقابل کی کاکا جان؟ در مقابل کسی که همیشه مخالف خانواده بوده. قسم میخورم شرم از براتون. آزاد تو اینجا چی میکنی؟ بچم نباید از جایت بلند میشدی. آره خوب است مادر، اما قدر خوابیدن برم بس هست. آزاد سن زهرا را بزرگ نوشته کردن، شناسنامه‌اش تغییر دادن. بیانه شما قدر جرأت از خود نشان دادین ها؟ تو زیاد با جرأت شدی آزاد. از روزه که گپای این معلم همشنوی مخالف خانوادیت شدی بچه جان. پیش ازی که کاسی صبر ما لبریز شوه این زن بدبخت از اینجا ببر. خودتان به شفاخانه برو. یا میخوای خودکشی کنی آزاد؟ من حق به جانب استم آزاد. زهرا را باید از پیشینا ببریم. این زن شهری آزاد خوب از خود ساخته. هوش کنی با من مخالفت نکنی آزاد. نکو آزاد. پس رو بخیر زهرا که بریم. حالا دیگه برفین هیچ گناهی نداره، ما او را برده بودم. تو عزت ما را با باد دادی. بیادر
بخوان. بزرگ میکنم برفی نقرض نگیره. کنم مرا اله کنن. من میخوایم عروسی کنم. زهرا چی میکنی؟ این کار نکو. زندگی تا برباد نساز. اجازه بده ترن نجات بده. نه خیر، این خانه ما هست. اینا قاربم هستن. من میخوایم عروسی کنم. نه خیر زهرا، تو نمیخواستی. تو میخواستی درس بخونی، میخواستی معلم شوی، میخواستی به خواست خود عروسی کده خانواده تشکیل بدی. این کار نکو زهرا، تو دختر هوشیار هستی. حالا بریم. تشکر معلم صاحب. اما ما باید عروسی کنم. شنیدین استاد؟ شما هیچ کس را مجبور ساختن نمیتونین. اگه میخواین در نکاح اشتراک کردن میتونین. این نکاح بسته شده نمیتونه. اگه بسته شوه باز یک شبم در اینجا نمیباشم. فهمیدین؟ حدتا بشناس آزاد. این نکاح میشه، فهمیده شد؟ و تو هم هیچ جای رفتن نمیتونی. قسم نمیشه. با تو وعده میتم زهرا. حالا برو ملکه. شما برین، من همراه آزاد گپ میزنم. اجازه نمیتم، نمیبارم که مشکل خلق کنی دختر، فهمیدی؟ پدر جان وعده میتم، فقط گپ میزنم. بیا زودگه دی حولی نمیایم. وعده میتم، فقط یک ساعت. آرام باش بچم، از اینجا نرو لطفا. مادر از من جانم بخواین، اما ای قسم یک خواهش نکنه. من دیگه در اینجا بودن نمیتونم. به خاطر یک دختر میخوای خانوادت مخالفت بسازی؟ به خاطر یک دختر نه مادر، به خاطر هزارا دختر. تا وقتی که یک نفر مانع نشه، صدای خود بلند نکنه، همه قسم دخترای خردسن عروسی خواد کنن. آزادی بار کل چیز خود از دست داد. تکرار میکنم، محترم زهرا کارا، میخواین با علی کرمانی عروسی کنین یا نه؟ نه خیر، 1000 بار نه خیر. نمیخوایم. بله.
شما محترم علی کرمانی، با رضایت خود خانم زهرا کارا را با مهریه‌ای که ذکر شده به عنوان همسرتان قبول دارین؟ وقت خورد بودی در باغچه همراه یک دختر چاق جنگ کرده بودی. معلم ما همراه جنگ کرده بود. تمام روز مثل امروز گریه کردی. با وجود که تمام روز جنگ کرده بودی، بازم تا شام گریه دوام پیدا کرد. از یک طرف گریه کرده می رفتی و از طرف دیگه با آواز بلند فریاد زده می رفتی. به خاطر چی فریاد می زدم؟ نمیفهم تو همراه کدام دختر جنگ کرده بودی، اما او هر کسی بوده تو ازش زیاد نفرت داشتی. وقت جنگ کردی راحت شدی. حالا میتونم راحت جواب؟ نمیفهمم، اما وقت انسان کینه و نفرت از دل خود دور بسازه باز وقت میتونه. من از انسانایی که پیوند پاک عروسی و عقد نگاه به ریشخندی میگیرن نفرت دارم. متنفر هستم از اون انسانایی که یک دختر خردسال و بیگناه را بازی چه دست و هدف خود میسازن. متنفر هستم از اون انسانایی که مانع تاثیر دخترها و اطفال میشن. چیز به یادت آمد؟ حالا به یادم آمد. او دختر برام گفته بود که زیاد رنج میبینی. بعد همراه جنگ کردم. توماس پشتم آمدی که کم مرا آرام بسازی آزاد. تو همیشه مثل گذشته از من حمایت کردی آزاد. کاش که الان میتونستم تو را آرام بسازم، اما کاری که از دستم ساخته بود انجام دادم. تو تمام کوشش‌های خود به خرج دادی، اما ما باید بیشتر از این انجام بدیم. خب اگر ما به یک شکل سن اصلی زهرا را بتانیم ثابت بسازیم اون وقت کاکایم هرگز به گفته یک خانم نمیکنه. میفهمم، اما یا آخرین فرصت ماست. شفاخانه میریم. چی بفهمم؟ جستجو میکنیم، عذر میکنیم. شاید بتانیم وجدان کسی را بیدار بسازیم تا ما را کمک کنه آزاد. شاید کسی پیدا شود که طرفدار حقیقت باشه. من شفاخانه میرم، همراه میری؟
بسیار خوش داره در کار زندگی هر کس مداخله کنه. حق به جانب استی. در این شهر نباید هیچ کس در کار کس مداخله کنه. کاش در وقتش ما هم اینقدر عقل می داشته و مزه نیست. عروسی کی است؟ در کجا چه وقت؟ همینجا در قصر است. همیاله خلاص شد. همه چیز خلاص شد. مرا قربانی کردن. این کارتان جرم است. شما زندانی میشین. مالکو بانش آقا سمی خانم ملکه ما را هنوز درست نشناخته. ما هیچ کار خلاف انجام نمیتیم. شما میخواین یک دختر 13 ساله را عروسی کنین قدیم خان؟ این کارتان جرم است. اگه میخواین در نکاح اشتراک کردن میتونین. این نکاح بسته شده نمیتونه. اگر بسته شوه باز یک شبم در اینجا نمیباشم. فهمیده؟ حدتا بشناس آزاد. این نکاح میشه. فهمیده شد؟ و تو هم هیچ جای رفتن نمیتونی. بله. روز بخیر. بفرمایین. میخوایم سرطبیب شیف خانه را ببینیم. موضوع چی است؟ به سرطبیب چی بگویم؟ به ارتباط سن زهرا کارا که گزارش دهی شده بود میخوایم گپ بزنیم. این دختر چی شد؟ بازو دیوانه کدام کار نکنه. سمیمه بسیار میترسم که او را چیزی نشه. اگه شب ما چی خواد کردیم؟ او هیچ نمیخواهید این خانه زندگی کنه. بعد از حادثه امروز تصمیم خدا تغییر میده. تو هم دیدی فرهنگی اینجا همه قسم است و همیشه همه قسم پیش میره. راستش خوب کار شد. ملکه فهمید که ناممکن است. از این که عاقبت خراب او دختره ببینه ترجیح میده که از اینجا بره. من فکر میکنم این با فایده کل ماست. کاش ما میتونستیم برای او دختره کاری کنیم. سمی دلم به او دختره که بیچاره بسیار زیاد سوخت. چقدر معصوم بود هیچ فراموشم نمیشه. همه چیزا میفهمن اما گپ نمیزنن. این مردم چه قسم وجدان دارن خدایا؟ بازی کردن با سرنوشت یک دختر خرد چقدر برشان آسان است. یک انسان آدم صفت دنجه پیدا نمیشه. این مردم حتی از خدام نمیترسن آزاد. به خدا کم از دیوانه شوا. ملکه بیا که بریم دیگه. بریم. راست میگه. او دختر بیچاره را در بدر کردن حیف است به خدا. گوش که چی میگم؟ هوش کنی در کارشان مداخله نکنی. ناخدام برباد میکنی و مارام. وقتی دل قاربش نمیسوزه باز تو چرا دل میسوزنی؟ خدا شکر که همه چیز به خوبی سپری شد. به خدا قربان چی بگویم براتان. شما بزرگ ماستین. خداوند شما را کم نکنه. خداوند شما را همیشه زنده داشته باشه. به خدا عروسی بیخی مطابق شان و شوکت شما بود. خب بعد از این دخترم با تو امانت است راشد فهمیدی؟ بچشم اگه من کدام شکایت و یا هم بفهمم که در حق دخترم ظلم میشه، خدا نکنه خان صاحب، امکان نداره، خدا نکنه. بعد از این برفین مثل اولاد ماست، دختر ماست، نمیمونم که دست باب و گرم و سرد بزنه. دلکتان جمع باشه خان صاحب. خان صاحب
لطفاً. الیف تو روی مرا نمیبوسی خواهرکم. خواهر همیشه خانی از نجان میباشی؟ هیچ وقت خانی ما نمیایی؟ بله همینجا میباشم خواهرم. مام داره نمیباشم نمیخوایم. فرمان حالا زود باشن دیگه میریم. زود باشن حالا بریم. گریه نکو خواهر جان. اشکای تا پاکو بیبی. من اشکای ما پاکدم خواهر جان. نه یک خانه نمی باشیم اما وعده میدم که همیشه با دیدنت میایم. وعده میدی؟ وعده است. سرطبیبم همه چیز میفهمم اما صدای خود نمیکشه. میخواین گناه خود پنهان کنن. تو چی توقع داشتی؟ میخواستی خود برخلاف بزرگترین قومی قریه بسازن؟ کرمانیا گناهکار هستن. کارمندای شفاخانه با اونا شریک هستن. در اینجا قانون اونا تطبیق میشه. بفهم دختر ردی کار ایلا کن. ناق زحمت نکش دخترم. ردی کار اعلان نمیکنم پدر. به خاطر نجات زهرا زوخانه هر کار لازم باشه انجام میتم. دختر قنده میفهم تو یک راهی به خاطر نجات او دخترک پیدا میکنی اما برای امروز بس است. کمی استراحت کو دختره. مادر جان من استراحت نمیکنم. نوجین مادر داد. گفت به خانم توفه بده. او بی‌ساویه هرگز خانم ما بوده نمیتونه. زمر عروس کوچک به اتاقش ببر دخترم.
نوجین مادر چه ضرورت دارین؟ نه خیر دخترم، تو هم برو استراحت کن. چند روز میشه که کار میکنی. پس درست است. شب خوش برتان میخوایم. با تو هم. چرا؟ نه که اتاق خوشت نامد. دیگر شاگردای مستین درست است؟ درست است خواهرک معلم من. نوجین مادر، در فکر آزاد نباشین. ما بدون ای که با او بگوییم عروسی را پیش بردیم. شما آزاد میشناسین، چون او هرگز بی‌احترامی شما را نمیکنه. ای را میفهمین. با گپتان ارزش میده. عروس او گپ مرا بی ارزش ساخت. آزاد برخلاف من استاد شد. او در مقابل تمام اهالی قریه، در مقابل کسایی که ما با اونا هیچ ارزش از لحاظ آدمیت برشان قائل نیستم. اونا حتما گفتن اولاد خود چیز گفتن نمیتونه، خدا کلان قریه میگه. مدت زیاد میشه که کسی پیش من آمده. حتی فراموش کردیم که بالشت و کمپالا در کجا ماندیم. استاد بسیار میبخشین که در وقت شب مزاحمتان شدم. میفهم وقت مناسب بر آمدن نبود، اما مهمان نیستی بچیم هستی بچیم. این خانه است تو هم است. هر قدر خواسته باشی میتونی اینجا باشی. تشکر استاد. خداوند از شما راضی باشه. در واقع خداوند از شما راضی باشه بچیم. مجادله کردن در مقابل بی‌عدالتی کار ساده نیست، به خصوص در این زمان. به نظرم کارهای بیفایده است استاد. کارهایی که ما میکنیم هیچ فایده نداره. اما کارت هم میکنی. همین کارام نمی باشی و مخالف هستی کلان گپ است. تو هم میتونستی که مثل دیگرها آرام استاد شده مثل شیطان تماشا کنی. میفهمم خاموش بودن به تو نمیزی به بچه گلم. در دین ما ازدواج با پای رضایت استوار است، فهمیدی؟ مجبور کردن کسی به ازدواج بزرگترین گناه شمرده میشه. اونا هم رضایت ندارن. بسیار خرد هستن، بسیار خرد. نترس دخترم نترس، به خاطر که تشنه‌نشی برای تا آوردم.
شبتان بخیر هدیه خانم. صبحانه رو براتون آماده کردیم. عروس خورد هنوز خواب است. ساعت چند است؟ برو بیدارش کن که همراهی تو کمک کنه. برش بگو وقتی میامد شال مرام همراه خود بیاره. ده اینجا هوا بسیار سرد است. من میرم همیال همراه خود میارم. نه فاطمه، زهرا باید بریم بیاره. درست است. میگن درخت باید سرخم باشه. از روز اول باید بفهمه که دایی خانه چه قسم زندگی کنه. گپ کیره بشنوه قربانت شوم. اوف مکتبم سرم نوقت شده. مکتبم زهرا حالا دخترم لباسات تبدیل کو بیام ریم کمک کو. صبحانه را آماده کنیم فهمیدی؟ آی کمود فراموش کنم وقتی آمدی از اتاق خانم هدیه شالم بیاری. درست از دخترم؟ اگه آزاد به این کار خود ادامه بده قریدار خوبانن او هیچ کارا نمیشه. باشیم این فرصت از دست نده بچیم. خدا ثابت بساز با کلگی نشان بده از آزاد کده به مراتب بهتر هستی. تو اول باید اعتماد مادرم حاصل کنی. باید تو را از خود بساز. فهمیدی باشیم؟ پیش از اینکه ناوقت شوه عروسی تا میکنیم. همین که تو برش یک نواس بچه دادی از تو کده با ارزشتر هیچ کس در نظرش نمی باشه. کم مشکل است. چرا مشکل است؟ چی وقت عروسی میکنی؟ عجله نکنین پدر. با آمدن دوست دخترم به اینجا هنوز بسیار وقت مانده. خانواده اونا زیاد نخره میکنن. ما همراه مادرش گپ میزنم. باز میبینی یک هفته بعد کلشان اینجا میاین. گوش کو چی میگم. آزاد خو از این خانه رفت. اگه کار خودم جدا کنه، اگه بگویه که حق ما بتین، باز چی میکنه؟ نه آزادی کار کده نمیتونه. اینقدرم به شرم نیست. اگه او نمیکنه ما میکنیم. حقش میتب که از اینجا بره همیش بره. آزاد که رفت مشتریان میره. باز ما هم بیکار ده خانه بیشینیم. اما تو نیست. تو نمیفهمی که آزاد چقدر بر ما ارزش داره. او پل ارتباطی ماست. اگه آزاد بره ما هم ضرر میکنیم. بیاقل مشکل خو نیست. دورانا کار کده میتونه. فقط آزاد از شکم مادرشی همه را یاد گرفته باشه. صبح بخیر. صبح تو هم بخیر زنه ور. در این وقت صبح کجا میری؟ عجیب است. پیش آزاد میرم. با او بعضی گفتنیا دارم. ما هم دکان میرم. یک جا میرم. درست است؟ حالا وقت خوش. سلامت باشین. او زن بیچاره زیاد ترسیده. فکر میکنم حال فهمیده که آزاد خود مختار شده. اما نه، بعد از اگه آزاد هر قدر کوششم کنه نوجین مادر دوستش نمی داشته باشه. نوجین مادر با آسانی از آزاد منصرف نمیشه. به هر قیمتی که شوش آزاده خود سر تخت میشونه. فعلا او بسیار قهر است. فقط همین. در این وضعیت تو چی میکنی؟ دستره علاشه میشینی؟ حال وقتش است که تو تمام مهارت خود به خوبی نشان بدی. هر کاری که میکنی خود به خوبی ثابت بساز. چی شدی دختر؟ تو همیشه همه قسم ناوقت میایی؟
حال فهمیدم تو زیاد نازدان هستی. حالا برو داش پس خانه ظرفا را بشوی. صبح بخیر. بیدار شدی ملکه؟ بیبی ما صبحانه رو برات آماده کردیم. پیش از اینکه مادرمشان بیایم ما و تو میخوریم. مادرت چون امروز پس میآید؟ بله دیشب خانه همسایه بودن تو خونه فامیل. زیاد نمیتونن اونجا باشن. آدم کمی فکر میکنه با خدا ما نوروسی کردیم فرمان ای چی وضعیت است؟ بالای اونا قهر نشو. دیگه جای ندارن که برن ملکه من. ما بیاز اتاق تنهایی داریم. دو اتاق خود می باشیم اونا مزاحمت نمیکنن. فقط که با ما کدام قصر بخشیده باشن کل چیز کهنه و فرسوده است. چی کنیم اونا همه قدر میتونستن انجام بدن. برای فعلا یک چاره میکنیم. من تحمل کردن نمیتونم فرمان. برات باید بگویم در این خانه زیاد بودن نمیتونم با خبر باشی فهمیدی؟ چای چی شده دختر؟ چای چرا اینقدر تال خورد دختر؟ دستای گلسوم خوی قسم نمی لرزه. دخترم تو هم بیشی حالا. دخترم حالا بیشی دخترم حالا. دخترم بیشی آفرین. صبح بخیر. نام خدا بسیار مقبول شدی. خیریت است؟ امروز عروسی کی است بچیم؟ از کسی نیست نوجین مادر. میمانایی که امروز میان همراهشان جلسه دارم. با اونا یک معامله خوب دارم باید برشان پیشنهاد بدم. معامله را تو چطور آماده کردی بچیم؟ آزاد مسئولیتش نداره چطور؟ آزاد در کجا بیکار است؟ او از کارهای مردم هیچ خلاصی نداره نوجین مادر. تمام کارا را دوران پیش میبره. ما رفتم مادر. بخیر بری بچیم. خداوند خیر و برکت برات بده. مادرم کجاست خاله؟ پیش خواهرت رفت دختر جان. بیره هنمو تو نشده خاله. من چی بپوشم؟ اوف مکتبم نوقت شده. فاطمه خاله؟ فاطمه کار داره. زهرا بخیز تو اتوکو. حالا زود شو. مادر خوش آمدین. خوش نامدیم اما بازم خیریت است. خوش آمدین زمرد خانم. بفرمایین بیشینین. شما مادر و بچه اینجا بیشینین راحت گپ بزنین. من همراه آقا طاهر کم کار دارم. او را میبینم و زود پس میره. درست است استاد. مادر براتان چای بخوایم منوشه؟ نه منوشم. به خبر گرفتن تو آمدیم. بچیم تو دیروز چی کردی؟ عقلت در سرت است یا نه؟ امروز بچه نوجین مادر دیده نتونستم. برو بخشش بخوای دستش بباس. ما هم نمیخوایم با اونا به احترامی کنم یا به گپش نکنم.
اما از کارم پشیمان نیستم. ما کار درست انجام دادیم و به این کارم ادامه میتم. چرا ادامه میتی آزاد؟ به خانه دوباره نمیایی؟ ما گپ خدا گفتیم مادر. گفتم اگه این نکاح بسته شوه هرگز دیگه به او خانه نمیایم. خب حالا چی خواد کردی؟ تو از مادرت، از خانواده تو و قارب جدا زندگی کردن میتونی؟ ما را بر همیش تنها میمونی آزاد بچیم؟ نه خیر مادر، امی که خانه گرفتم شما را پیش خود میخواییم فهمیدین؟ نه که تو دیوانه شدی بچه. میخوای در بین قوم ما رسم نو ایجاد کنی؟ تو در کجا دیدی که اولاد ما جدا زندگی کنه؟ او خانه از اجداد ما فراموش نکن. چطور میتونی روی گردان شوی؟ مادر پشت این مسئله را الاک و آزاد. خانه بیاید دست مادر کنانت ببوس. ما جلسه دارم مادر. شما را به خانه میرسونم. ده بار بعدن گپ میزنیم. درست است؟ ملکه خانم سلام، من پرستار نور هستم. دیروز شما را در شفاخانه دیدم. بفرمایین. ما میخوایم درباره زهرا براتان بگویم. زود باشه دختر، اگه مکتب سرم نوقت میشه. عجله نکو، ساعت اول ریاضی دارین. اگه نوقتم شد معلم صاحب چیز نمیگه. اوه تو هیچ خبر نداری دختر جان. حال تقسیم اوقات تغییر کرده. درس اول ریاضی نه، جغرافی است. زود شو بکس ماما آمده کو. نقشرم دا داخل بکسم بان. صبح همگیتان بخیر. بفرمایین بشینه. تو این کارا رو به قصد میکنی نه؟ که سر من وقت شوه. حالا میرم با مادرم میگم. زهرا حالا بالای بیا که کار ما زیاد است. دسترخوانم باید جمع کنیم. دیروز وقت در شفاخانه شما رو دو وضعیت دیدم. تحمل نتانستم و اینجا آمدم. تصمیم گرفتم که براتون بگویم. شما راست میگین. اونا غیر قانونی سنه و دختره بالا نوشته کردن. شما این گفت با سارنوالا میگین؟ گفتن ما شرط است؟ یعنی اگه شما بگین امکان نداره؟ کاش که با گفتن من میشد خواهر، اما گفتن تو بسیار مهم است. بیبی نترس، مثل امیال با جرأت باش. از خیرات سر تو زندگی یک دختر بیچاره نجات پیدا میکنه. خدا کنه. اگه اجازهتون باشه من شفاخانه میرم. درست است. تو شماره تلفن تبرم به تی خانم. هر وقت ما به سارنوالی رفتم به تو زنگ میزنم. درست است؟ خوب است. بفرمایید. سلام علیکم. خوش آمدید. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوش آمدید. بفرمایید. میکنم. چی می نوشین؟ اگه گرسنه نباشین که براتون صبحانه بخوایم. نه زنده باشی بیادر، فقط یک قهوه تلخ می نوشیم. درست است. ولی باشیم 4 پیاله قهوه بیار. شیرینی هم داشته باشه. آزاد خان تشریف ندارن؟ ما وعده کرده بودیم که امروز ملاقات میکنیم دوران خان.
آزاد نیست. همراه ما جلسه دارین. شروع کنیم. بله ملکه. میفهمی چی شد آزاد؟ از شفاخانه یک پرستار میخوای شاهدی بده. بسیار یک خبر خوش است. حالا من باور دارم که کارم ما پیش میره. با اونا یک درس خوب میتیم آزاد. زهرام از عروسی نجات پیدا میکنه. خب ملکه، ما باید در جلسه برم. وقت برآمدم برات زنگ میزنم. درست است؟ قیمت را که تو میگی کسی نمیتا دوران. بسیار زیاد گفتی. ارزش مال ما بالاست. شما میفهمین که مالیات زیاد میپردازیم، از خاطر قیمتشان بالاست. دوران خان بسیار میبخشی بیادر، ما منصرف میشیم. همراه آزاد قسم معامله نکرده بوده. میبخشین کم ناوقت شد. بیا آزاد جان بیا، از برای خدا. کم بودی بچه ما را از اینجا دست خالی روان کنه بیادر. آرایشگری میکنی؟ خواهرم همیشه این بازی را همراه من انجام میداد. من همسن و سال تو هستم. برو همراه همسن و سالای ساتیری کو. دختر خانم بیادر تا راحت بان. تو برو همراه دوستای ساتیری کو. حالا دیگه چند روز میشد پا کاری نکرده بودم. خانه بسیار کثیف شده بود، اما یک قهوه که بعد از عروسم آماده شوه تمام خستگیم رفع خواد شد. استراحت کنین، خستگیتان رفت میشه. فهمیدین؟ حالا ما چی گفتیم که قهر شد؟ زن عادت نداره، خجالت میکشه. تو هم دیگه زیاد سرش همر نکو. اگه دلت میشه برو خودت برات آماده کو. توبه من میبینم حالا که قسم عروسی را پذیرفتنی جنجالا را داره دیگه. جنجالای ما زیاد شده میره. بس از چوب باش عادت خود کرد. مادر استاد ملکه اینجا آمده. مادر خوش آمدین جانان خانم. وقتش رسیده که به وعده خود وفا کنی. امروز من باید نواس خود ببینم. درست است. دخترم این قسم نمیشه. اگر نید دستت خواد بریدی او ربان. حالا دخترم حالا دیگه علی پایین نمیایه فاطمه. غذاش بالا ببرین. امی که کارم خلاش زمارد خواهر برش میبرم. تو نمیبری. بعد از این خانم شکاره میکنه. اما او درست است. تو داخل برو دختر. دروازه رو بسته کو. گفته بودی که بعد از عروسی نواسه ما دیده میتونم. حالا دیگه بریم و بریم نشان بتراشیم. اگه بعد از این قدر سالا نواسی تا ببینی چی خود کدی جانان خانم، میتونید مقابلش چیزی بگویی؟ لازم نیست که برش چیزی بگویم. فقط میخوایم ببینم که چطور است و یا ای که ازش درست مراقبت میکنن یا نه. برای یک بارم که شده میخوایم ببینمش. درست است میخواین ببینینش، اما جانان خانم باید قبل از رفتن شما همراه پدرش گپ بزنم.
باز موقعی که مساعد ساختم شما را حتما اونجا میبرم. من زیاد منتظر نمیمونم. فردا میخوایم ببینمش. دیگه لوازمتان جمع کنین. ادامه نوشتهتان در خانه انجام بدین. درست است؟ فردا اسکولتان میبینم. بشینین شاگردا. خانم ملکه چشمایتان روشن. شما حق به جانب بودین. زهرا در مسابقه مقاله نویسی دوم شد. از برکتش به مکتب ما کمک صورت میگیره و هم به شاگردا قرطاسیه توزیع میشه. به خاطر خبر ساختن زهرازی مژده بسیار بیقرار است. اما یک خبر دیگه براتون دارم. بسیار زیاد تبریک باشه. زنده باشی آزاد. با امید دیدار. تبریک باشه. خداحافظ. تبریک باشه. خداحافظتان. خداحافظ شما. خداحافظ بیادر. چرا قیمت را که گفتم تغییر دادی؟ اونا خودشان تا دکان آمده بودن، همون را قبول میکردن. با این قیمت قبلا معامله نکرده بودیم. در ضمن ما دلایل قناعت بخش دارم. یعنی او قیمت در اینجا جای نداشت. فهمیدی؟ اصل تو در اینجا جای نداری. کارای دیروزت کافی نبود که امروز ما را به مشکل مواجه میسازی. فقط که با دکان با یک سازمان خیریه کار میکنی. تو چرا غذا میاری ها؟ خاله فاطمه کجاست؟ او باید می آورد. مادرت قسم خواست. بار دیگه تو برم غذا نمیاری فهمیدی؟ در اتاقم هم دیگه پایت نمیمونی. از اینجا بیرون شو به همگی بگو من تو را هرگز نمیخوایم زهرا. فقط که من اینه خواستم. نمیفهمم که من چی گناه دارم. ما مثل تو به خاطر عروسی نکردن از هر قسم دعا کردم. تو از من چی میخوایی علی؟ همین که از اینجا بری و گم شوی. چون تا وقتی که تو اینجا باشی من هرگز آرامش ندارم فهمیده یا نه؟ من آرامش ندارم. بیاز ما هم خوش نیستم که اینجا باشم. همین قصر هم آدمایی بسیار بد هستند. مارستی یک نقش دختر بیچاره را بازی میکنی. وقت انگشتر را در دستت کردی چیری هستید برملا شد. اینجا چی گپ است؟ این چی وضعیت است؟ چیری هستی دختر را که بیچاره فکر میکردین برملا شد مادر. براتون گفته باشم بار دیگه نیروانش کنین. نمیخوایم ببینمش. قسم میخورم میکشمش. بیازو وضعیت خراب است. شما مشکل درست نکنین. بعد از این غذایت فاطمه نه زهرا میاره. بهتر است که عادت کنی. خوب است. اگه یاورد همه قسم دور مندازمش. خوب است. اگه تو این کار کردی بازی هم باید هر روز پاکش کنن. حالا زهرا سلام.
نمیخوایم تو را ناامید بسازم، اما نباید زیاد امیدوارم باشی، چون اگر کدام گزارش وجود داشته باشه و به این معناست که شکام وجود داره. اگر شاهد شهادت بده با سارنوال دوباره گزارش هم میخواه. فهمیدی؟ بله فهمیدم. پس نظر به ای که ما یک شاهد داریم و هیچ نوع مشکل بر نخود خوردیم. در روزا خبرهای خوشی میشنوم. دیگه چی خبر شنیدی؟ زهرا در مسابقه مقاله نویسی که شرکت کرده بود دوم شده. از برکت زهرا هم مکتب و هم شاگردا مستحق کمک شناخته شدن آزاد. با زهرا پول. بله. بیادر، من بعدا برات زنگ میزنم. درست است. توبه. بعد از حوزه میخوایم به قصر برام. میخوایم این مجدره به زهرا بتم. اما من اجازه خود دادن. وقتی امرای مبری برای چطور اجازه نمیتن جانم؟ شما چی گفتین؟ بیادر ما پیدا کردین؟ ما خوب کسی دروغ نمیگم نورخوار. درست است مادر، آرام باشین، گریه نکنین. 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه بخوای آبونه ببینم. نظرتان چیست نورخوار؟ شاید شما به اندازه مادرتان و بیادرتان ارزش قائل باشید. چی شده مادر جان؟ چیزی نیست عزیزم، تشویش نکن. تو هم خوابیده نتونستی؟ از خوشی و هیجان زیاد خوابیده نتونستم. شاید فردا زهرا را نجات داده بتانه. انشالله دخترم، انشالله. ملکه، این از کجا پیدا کردی دختره؟ در قریه یک خانم به اسم مرجان است مادر جان. روز قبل در پشت دروازه ما مانده بود، فکر کردم تحفه داده. مرجان کی است؟ یک دختر معصوم است. کی میفهمه؟ شاید تو از درد غصه که به خاطر دخترم در قلبم جای گرفته خبر داشته باشه. اگه او زنده می بود حالا همسن سال زهرا می بود. جگرخون نباش دختره، جگرخون نباش.
ملکه ایره میخوای همراهیت مکتب ببری جان مادر؟ نه خیر مادر جان، دبیرین مرجان دیدم، خواستم برش صبحانه ببرم، ایره میبرم. سرت ناوقت میشه، برو آماده شو، من برش میبرم. در ضمن همراهش معرفی هم میشم. درست است، بسیار خوب میشه. پس باید ما دیگه برام. مرجان هستی هموتون هست. ایره ملکه برید روان کده. مرجان یک دقیقه. ایره تو از کجا پیدا کردی؟ چرا ایره به ملکه دادی؟ چیزی را که تو ازش گرفتی من برش دادم. تو تانستی اما من نمیتونم. تو خاموش موندی اما من خاموش بوده نمیتونم. اما تو هوشیار هستی و من دیوانه. اینه بگی من از تو چیز نمیخورم. فرمان کجاست؟ صبح وقت از خانه برآمد. آفرین، بره برایش یک مسئولیت بزرگ دادن. اداره کردن یک کارگاه بزرگ خاصان نیست. گلسوم خانم، این بچه تا مثل یک پشک ماهر موش خوبی را شکار کرد. چی موشی را گرفتار کرده تو خبر نداری راشد؟ حالا در این مورد فکر کو که به خانم جانان چی جواب خواد دادی؟ چند دقیقه بعد اینجا خواد آمد. نواسه گفته میره. وقتی که او را به ما میداد عقلش کجا بود؟ تو در اون مورد تشویش نکن. من یک نقشه دارم. این کار را به یک نحوی حل می سازم. بار دیگه پیش دروازه ما نخواد آمد. همراه ملکه ساعت چند ملاقات داری؟ در وقت رخصتی مکتب در نزدیکم و محکمه هم دیگر خواد دیدیم. هیچ کار خوبی نکردی سمی. چی کردیم جانان؟ چی کار بد کردیم؟ ملکه اگر بفهمه که به قدیم خان تو از اون موضوع خبر دادی ما را هرگز نمیبخشه. حتی طرف مسیلم نمیکنه. اگر قسم کار دل خود انجام بده باز دگام امیدوار میشه و دگام زد میکنه تا زنده است از اینجا نخواد رفت. اگر تو چیز نگویی او هم از چیز خبر نمیشه جانان. دهنتا بسته نگاه کو. خیرت باشد ای صبح وقت. بله آقا مزاحم شدم میبخشین اما باید همراهتان گپ بزنم. خانم شما پیش نواسه تان گرفته. هر روز پیش دروازه ما میه. فهمیدین؟ هر روز میگه که نواسه ما میخوایم از دستم کار ساختن نیست آقا. بالاخره به اون نشانیش خواد دادم. یعنی به ما کدام مشکل خونه است اما بازم به ما کدام مشکل پیش نشه. کار خوبی کردی راشد. کار بسیار خوبی کردی. تو پیش راشد رفته گفتی میخوای او دختره ببینی؟ بله این کار کدوم برش گفتم. باز تو اگه قبولم نکنی او دختر نواسه تو میشه آقا سمی. حالا میبینیم که چطور باره دیگه اینجا خود آمد. ما قربانی عقلم شو ما عقلک ما. من میرم دیگه. کاش که صبحانه میخوردی باز میرفتی. نمیخوایم در قصر خواد خوردم. ما میخوایم به قصر برام. پشت خواهرم بسیار دق شدیم. یک تو کم بودی با این قد و قوارت. بسیار خوب. تو همراه عروس ما به قصر برو. من پیش خان میرم. حالا دیگه او نواسم است آقا سمه. از دورم که شده میخوایم یک بار ببینمش. دی همه سال تحمل کردم چون در اینجا نبودیم فهمیدی؟ اما حالا اینجا هستم و در موردش فکر کرده دیوانه میشم. دخترش در نزدیکش است. شاید حتی در صنف خود ملکه باشه. کوشش کن از عقلت کار بگیری جانان. سالهای قبلی کار خلاص شده بود. حالا برای من نواسه گفته نرو. این کار بیشتر از این دامن نزن جانان. فهمیدی؟ دامن نزن.
دخترم تمام قصر پاک کردی، کم استراحت کو، باز بعدن ادامه بده دخترم. زنده باشید. نمیخوایم با سرم گپ بزنن. خواهر جون برفین تو آمدی؟ مادرم کجاست فاطمه؟ در اتاقش از دخترم، باش برش خبر بتم. لازم نیست، ما خودم پیشش میرم. درست است، خودت میفهمی. زهرا تو خوب هستی دخترم؟ خوب هستم مادر جون، خوب هستم. شما درباره من تشویش نکنید. خواهر تو همیشه این قسم با کاری میکنی؟ راستش همیشه خاله فاطمه این کارم میکنه. ما امروز خواستم برش کمک کنم. خواهر برام قسم میگی؟ دیشب میدونی که قسم بشنوم خوابیدم. مادرمون دیشب برام قسم نگفت. برفین مادر جان. خوش آمدی دختره. خوش باشین مادر. اما تو هیچ خوب معلوم نمیشی، چی شده؟ مادر من نمیخوایم دو خانه زندگی کنم، همراه پدرمشان گپ بزنن که ما هم اینجا بیاییم. تو هیچ میفهمی که چی میگی دختر جان؟ به خاطر که به فرمان برسی کل آرزوهایت زیر پای کردی. آزاد بیچاره خو کم بود از بین بره. علی را خو هیچ نپرس. برفین کسی که عروسی میکنه خانه شوره که دوزخم بود قبول میکنه. اما مادر جان ما خو از فرمان منصرف نشدیم. ما دو خانه زندگی کردن هم میتونم، اونجا خورده است. چقدر برات گفتم، اما گبده کله به مغز تو کار نکرد. میتونستی به تنهایی ملکه قصر بزرگ شوی دختر، اما تو اصرار داشتی که من فرمان جانم میخوایم. باید دو خانه زندگی کنی، نمیخوایم دیگه صدایت بشنوم. پس برم یک کم پول بتن که در کنار جواهرات مانده به خود یک خانه بگیرم لطفا مادر جان. تو منتظر باش، میگفتی که فرمان خانه میخره. فرمان اگه بتونه شکمت سیر کنه خدایت شکر کن. خواهی یا نخواهی مسئول. پس همگیتان از من روی میگردانین نه مادر؟ من میفهمم که همراهتان چی کنم. از او دختر چادر سرخ گفته که من میخوایم. من دیگه میرم. برفین دخترم همیال آمدین. همیال آمدم، همیال پس میرم. من باید به تو حساب بتم خاله فاطمه. توبه صبر کو برفین، کجا میری؟ به زودی بار دیگه پیشت میایم زهرا دختر نازدانه. اما تو هنوز قصه خلاص نشده مادر. ادامه شب بار دیگه برات میگم. درست است خواهر قلبم؟ درست است. بریم دخترم. خداحافظ جانم. آقا سمی هر کاری که از دست ما ساخته باشه در این رابطه انجام میتیم. در ضمن از که با شما معرفی شدم بسیار خوش شدم. آقا یوسف من نمیخواستم با این موضوع پیشتان بیایم. ادامه یافتن رواج‌های غیر قانونی مثل بدل کردن و انجام دادن این رسوم با استفاده از خلاهای قانون، ضعف نهاد حقوق بشر و اجباری ساختن ازدواج‌ها اصلا برام قابل قبول نیست. مبارزات شما در رابطه با این موضوع هنوزم قابل قدر است آقا سمی.
اما باید امرای شایدایی قضیه دیدار کرده و درباره بعضی موضوعاتی که در ذهن کار مانده و شخص خودم ایجاد شده امرایش صحبت کنیم. بعد از اون میتونیم به خاطر زهرا دختر ما داوره به محکمه استئناف راجع بسازیم. پس به اجازه تان من یک بار به پرستار نور زنگ بزنم. امکان داره وام درا باشه. بفرمایید. مادر گریه نکنین بس از دیگه. ببینن من پیشتان هستم. تو چی کردی حسن بچه؟ ما را ایلا کده کجا رفتی ها؟ مادر مرا مجبور ساختن فهمیدین؟ شما قسم گپ میزنین که فقط شرایط اینجا را نمیفهمین. خوب است اما کم از کم برم میگفتی که مادر من میرم. مادر اگه میگفتم اجازه نمیدادین. کدام مادر اولاد خدا به قسم کارا اجازه میده؟ مسرت میخوام ملکه، مسرت میخوام. حسن اینجا به خاطر یک دختر کوچک مبارزه میکنی و من اینجا به خاطر بیادر خود مجبور است. چی شده خانم ملکه؟ نه خیر چیز نشده. دوران خان بار دیگه قسم چیزی از من نخواهی. اگه پیشنهاد نمیداشتی اصلا اجازه نمیدادن. درست است، با وعده خود پابند هستیم، تشویش نکن. 5% مال کی میرسه؟ صبر داشته باش بها، تازه شروع کردیم. همراه تو بسیار کار خواهد کردیم. تا امروز ما تو را خفه ساختیم ها؟ نه خیر، تو با ما کمک کن که من بتانم همراه تو کمک کنم. حسن بیا که بره، زود باش، عجله کن بچه. حسن من بچه لطفا نرو، قرار صلح کنن. پس تو چرا میری ها؟ نمیفهم مادر، قربانتان شوم. این قسم سوال نکنین. ببینه خودم میفهمم که چی وقت خاط آمدم. شما فقط داریم دعا کنین. بچه منم آدرت فکر کن، دستتم میبوسم. بچه من نبرین. مادر در دست ما خونه است. ما مثل حسن تو هستم. مادر و خانوم ما هم گریه میکنن. تو به خدا. اوه خدایا، در روز قیامت کسایی را که ازشان باید حساب بگیره برم نشان بده. دعای بعد تمام مادرها پشت سر اونا باشه. بچه یک دانیم. خانم نور، در موبایلتان زنگ است. اگه خواسته باشین جواب بتین. حسن آرام باشین مادر. چرا این کارم میکنن؟ چرا؟ مثل همیشه ملکه جان، حتما مجبورش ساختن. دخترم شاید خواب باشه. بیبی به این زودی منصرف نشو، شاید عاجل به شفاخانه رفته باشه. اگه خواسته باشی حالا باید بریم، به خاطر که سارنوار صاحب به کار خود برسه. هر وقت پرستار نور جواب داد باز دوباره میاییم. درست است، هر وقت شاهدای ما آماده شدن دوباره تشریف بیارین. روز خوش. خدایا صبر بده برم. خوش آمدین جانان خانم. تو احمق، از ما بسمه شکایت کردی بی غیرت. نه خیر خانم، استغفرالله، امکان نداره. شما خدا ناق پریشان ساختین خانم. گفتم اگه آقا سمی خبر شو بهتر است. آقا سمی میتونه دی باره همراه شما گپ بزنه. تصمیم آقا سمی هیچ برای مهم نیست. از اینکه توی قسم حاشیه روی میکنی حتما چیزی را از این پنهان میکنی. هر چیزی که پنهان میکنی دیر یا زود پیدایش خواد کدم. نه خیر خانم، مشوری کار کنم از اینکه درباره شما و نواسیتان فکر میکنم کار بعد کردیم خانم. تو به فکر ما نباش. نواسی ما کجاست؟ در قریه دیگه است. فردا میبرمتان. دروغ نمیگی؟ وعده است. از این میخواین؟ زنده باشی. نمیخوایم.
آه برفین، یک اشتباه کردی، حال جبران کردن نمیتونی دختر بیعقل. اوی سرم از درد منفجر میشه به خدا. دختر لودی احمق، تو با کدام جرأت ای کار انجام دادی؟ زهرا! زهرا! چی شده هدیه؟ چی گپ است؟ یک سگام به اندازه تو نمک حرام نیست. ما چی کردیم خانم کاکا؟ بیبی هنوز هم گپ میزنه. الاک و دختر هدیه چی شده؟ این چی کرده؟ مادر تمام پولای مرا دزدی کرده. تو از کجا میفهمی؟ ایره گفته بودم که از اتاقم شالمه بیارن. خب دیگه کی دوزی کرده میتونه؟ کس دیگه این کارا نمیکنه. بدون ثبوت و بدون دلیل؟ توبه. من باز همراهت گپ میزنم. ما چیز را دوستی نکردیم. باور کنین دوستی نکردیم. نوجین مادر قسم میخورم که ما چیز را دوستی نکردیم. دوستی نکردی ها؟ دوستی نکردی؟ اگر دوستی نکردی پول از کجا شد ها؟ از خانه پدر و مادرت آوردی؟ در خانه تان حتی نان پیدا نمیشه. این پولا از خودم است. راست میگی؟ پس تو دوزی نکردی؟ جواب بده. دوزی نکردی ها؟ جواب بده. دوزی نکردی؟ جواب بده ها؟ دوزی نکردی؟ برات گفتم جواب بده. دوزی نکردی ها؟ جواب بده. زود باش جواب بده. بگی جواب بده. دوزی نکردی؟ آزاد نه که پرستار نورمون ظرف شد چرا نمیایه؟ نمیفهم ملکه، نمیفهم. بر صورت ما میرم که قهوه بگیرم. درست است. آزاد دوزی نکردی ها؟ دوزی نکردی ها؟ دوزی نکردی. هدیه بس از دکم. او دختر از بین میبری؟ خدا جزایی تا بته. خدا جزایی خودتو بیاداره تا بته. بس از دکه هدیه بس است. پس شست بشین ترسندی مرا. تو به خود خانه نی قبر میسازی. متوجه باش که زانت چی مبرایا. اینجا هیچ کس زهرا را لط نکده. فهمیدی یا نه؟ ملکه اگر چیزی را که ما فکر میکنم انجام بدی هیچ کدامتان را حمایت کردن نمی. زهرا فردا ساعت 6:30 از طلوع تو ازش گرفتی مبریش دادا. تو تانستی اما من نمیتونم. تو خاموش موندی. سالهای قبلی کار خلاص شده بود. حال برای من نواسه گفته نرو. این کار بیشتر از این دامن نزن جانان. فهمیدی؟ دامن نزن. مثل همیشه ملکه جان حتما مجبورش ساختن. دخترم شاید خواب باشه. بیبی به این زودی منصرف نشو. دیگه کی دوزی کرده میتونه؟ کس دیگه این کارا نمیکنه. دوزی نکردی ها؟
فاطمه زود آب بیار. زهرا دخترم. مادر زهرا مرده؟ خدا نکنه دختر. زهرا زهرا مادر. ناق تمثیل میکنه. هیچ چیزی نشده. هدیه بس از دیگه. نوجین مادر وضعیتش واقعا خراب است. باید به شفاخانه ببرینش. با ما کدام مشکل ایجاد نشه. علی راست میگه. فاطمه یک تاکسی بخوای. زمان تو دختره به شفاخانه ببر. زود باشین. آه عدیه آه. اگه این دختره چیز شوه باز ما چی کنیم؟ آمد. پرستار نور زود باشین. بیازن وقت شده. فران باید پیش سارنوال برید. متوجه گپایت باشی خانم. ملکه یک دقیقه چی شده؟ خانم ملکه ما هیچ چیزی را ندیدیم. اما تو گفته بودی که ما هیچ چیزی را نمیفهمم. یک دقیقه لطفاً منصرف نشو. زهرا بسیار خورده است. نمیتونم. ما هیچ چیزی را نمیفهمم. خب اگه او بیچاره را چیز شبه باز تو چطور میتونی شب آرام استراحت کنی؟ تو نمیمانی سر او بیچاره ظلم شوه نه؟ زندگی یک دختر خورد به تو وابسته است. زندگی چند نفر دگان به ما وابسته است خانم ملکه. سر من وقت شده. به اجازهتون. دوران نه خیر امکان نداره. ملکه او دختر ناق مقصر فکر نکن. معلوم میشه کورا تهدید کردن. بس تهدید کردن؟ خب درست است. وقتی اینا قانون نمیشناسن وجدان ندارن بعد از این ما مطابق قانون اینا پیش میرم. ملکه گوش کن کدام کار از دل خود انجام ندی. از دل خود؟ چرا آزاد؟ وقتی اونا میتونن عروسی یک دختر 13 ساله را بدون رضایت خودش انجام بدن و زندگیش برباد کنن، من چرا یک کار از دل خود نکنم که زندگی او را نجات بدم؟ اگر نام ما ملکه است باز هرگز پشتی کار رها نمیکنم. هر جایی که میری من میرسونمت ملکه. قدم زده میرم. بله فاطمه خواهر. آزاد یک اتفاق بد افتاده. زود طرف شفاخانه برو. زهرا از اینا پایین افتاده. مادر تو را گرفته به شفاخانه بر. درست است فهمیدم. هم یالا میرم. خوش آمدن خانم جانان. میبخشین که منتظر مونده. میشه بگوین چرا مرا اینجا خواستین راشد خان؟ نه که بازم میخواین مرا فریب بتین. خواهش میکنم خدا نکنه خانم جانان ما چرا شما را فریب بتم. چای بخوایم براتان؟ واحد نه خیر من چای نمی نوشم. میخوایم نواسه خدا ببینم. خوب است. ما بیاز از این خاطر شما را خواستیم. آقا سمی برام گفته بود که طفل به یک قریه دور انتقال بده. ما می کار کردم او را به یک قریه دور دست بردم. حالا نمیتونم دوباره پیداش کنم. کارهای خودم هم ناتمام مونده. اینجا مثل شهر نیست که زود پیدا شود. دیگه طرف نبر. اصل موضوع را بریم بگو. چی را براتون بگویم؟ خدایا توبه کردیم. ادامه بده. بله چی میگفتم؟ درباره کاروبار میگفتم.
بخیر تا امشب یک چاره میکنم، پدرش حتما پیدا میکنم. فردا بخیر با هم میریم. بیبی اگه فردا بازم مرا فرید بیتی. خدا نکنه خانم جانان، شما دلم مشکنانین. اگه بازم مرا فریب بیتی در کار مداخله میکنه. نواسه من میبینم. اگه قدر ارزش برات داشت رو به ما تسلیمش کردی. دروغ نمیگم. توبه زود شو چای برو بچه. باز میگن که اینجا بهترین رستوران هست. هیچ نیست. کوک چای. دکتر صاحب او خوب است نه؟ مشکلش قدر جدی نیست نه؟ ای دختر چی شده خانم؟ از اینا افتید مام گرفته اینجا آوردمش. وضعیتش چطور است؟ سرش ضربه دیده. تا توموگرافیش نگیریم چیزی گفتن نمیتونیم خانم پرستار شما مریض آماده بسازین. شما امروی مریض چی نسبتی دارین خانم؟ من خوشویش هستم. گفتین خوشویش؟ این دختر هنوز طفل است. نه خیر دکتر صاحب، همه تو خورد معلوم میشه. خوب پس تا شما عمل رسمیتش خلاص کنین زود. راشد امروی کرمانیا خیشی کدی هیچ طرف ما دار نمیخوری. راشد یک گدام چای بیار. بچه‌شم احمد چای بیار بچه. زود باش بینا چای بیار. توبه نظمی مستم راشد. ها بیادر امروز کم کار داشتم. یک گپا میگفتم دختر دومید با زهرا هم سن است نه؟ ها خوب شد جان بیادر. امروز شام پیش ما بیا. یک کار ضروری دارم امروز. بسیار خوب خداحافظ. تشکر. دخترم برفین چطور هستی؟ فرمان کجاست؟ امروز به دکان مال میره بعد از وام. توبه چقدر بیادب است. احمد چای بردی؟ بله بردم. خوب کردی. مادر چی شده؟ هیچ نپرس آزاد، هیچ نپرس. مادر ایگه پاره کنار بانین بگوین چی شده؟ زهرا از اینا پایین افتید. خب اگه او بیچاره را چیز شده باز تو چطور میتونی شب آرام استراحت کنی؟ اشتباه را چطور جبران خود کردی؟ کلش قسمتی گفتم. فرمان میشه چند دقیقه گپ بزنیم؟ اما به تنهایی. پدرم هنوز نامده. بریم دو اتاق گپ میزنیم. درست است. ببین دنگشتی دختر چه است؟ ازدواج کرده نمیفهمیدی؟ واقعا؟ یه هنوز طفل است. مردم چقدر جاهل هستند. دیروز دختری که وفات کرد بس اون همین دخترک بود. دیسن ایچی نمیفهمه کی شوهر دادن. از شفاخانه گزارشی غیر قانونی میگیرن و سن دختر کلانتر هستنی اصلش ثابت میکنن. سرنوشت تو دخترها به دست چند انسان جاهل است که زندگیشان رو تباه میکنن. فرمان چی میگی برفین؟ بگو چی شده؟ خب یک گپ است اما کدام خبر بد نیست. تشویش نکو. بیبی فرمان ما بعد از بسیار تلاش یک خانه خورد به خود ما پیدا کردیم. در این مورد گپ زده بودیم برفی. تو باید کمی بیشتر صبر میکردی. ما خب فعلا هیچ چیزی نداریم. پولش ما پیدا کردیم. از کجا پیدا کردی؟ خب مهم نیست که ما پولش پیدا کردیم جانم. سوال نکو دیگه.
برفین تو هیچ در مورد ما فکر نمی کنی؟ راست بگو که این پول از کجا کدی؟ از مادرم. خودش خبر نشد. یعنی دزدی کدی؟ تو از مادرت پول دزدی کدی؟ نه خیر جانم، هرچی نباشه اون مادرم است. وقتی بفهمه که سرم قهر میشه، اما میفهمم چیزی نمیگه. مادر، خواهر من میبینیم اما تو نیست. تا اینجا آمدیم دخترم، حتما میبینیمش. نوجین مادر، خیرت خوب باشه انشالله. تو با آمدن چی وقت به ما خیر آوردی که حال میپرسی خیریت هست؟ دخترت از خانه دزدی کرده. از همین خاطر تو را اینجا خواستیم. زهرای من هیچ امکان نداره. دختر من تو کار نمیکنه. پس منظورتی است که من دروغ میگم؟ توبه من ایگه با نگفتیم هدیه خانم. منظورم ایست که شاید کدام غلط فهمی شده باشه. تو دروغ میگی، خواهر من دزد نیست. چپ باش موش خور ترک. زهرا دخترم کجاست؟ میشه یک بارم رش گپ بزنم؟ ضرور نیست. امروز صبح پاش لغشید، از زینه افتید. خوشوش او را گرفته به شفاخانه برد. مادر، میشه اصل موضوع را بگوین؟ ما فکر نمی کنم از این افتیده باشه. زهرا پنهانی رفته، از اتاق هدیه پول گرفته. منظورم این است که دزدی کرده. خانم کاکایت هم خود میشناسی، دیوانه شد آزاد. از کجا میفهمین که میخواسته دزدی کنه؟ کسی او را دیده؟ او طفل میتونه قسم یک کار انجام بده. او یک طفل خرد است، با پول چی ضرورت داره؟ برام راست بگوین او را خانم کاکای میلاد کرده؟ نه خیر. گوش کنین مادر، اگر دروغ بگوین خصوصا در این موضوع بسیار یک گناه بزرگ است. درست از مادر صحیح شد، ما جواب خود گرفتم. آزاد بیادر، آزاد بیادر، ما کاری نکردیم. قسم میخورم که ما هیچ کاری نکردیم. میفهمم زهرا جان، میفهمم. درست است، تو هیچ تشویش نکن. فهمیدی؟ بیبی فرمان، ما کدام کار خراب نکردیم. بالاخره این پول از مادرم است. میرم ازش معذرت میخوایم برات وعده می تو بعد از این دیگه برفین من نیستی. ما به خاطر هر دوی ما کار کردم. نه خیر برفین، از روز اول تو هر کاری که کردی به خاطر خود کردی. خواهرم به خاطر خوشی تو آینده خود خراب کرد. بیبی پول را که گرفتی یا رفته پس میتی یا که زهرا صبر کو، چی شده بگو. همیال از قصر آمدم. میگن زهرا دخترم دزدی کرده. خواستم امرش گپ بزنم اما میگن او از زینه افتیده. گفتن در شفاخانه است. ولسم تو چی میگی؟ احمد تو متوجه دکان باش. دختر تو همراه خانم بیادرت به خانه برو. خانم بیادرش همراه خود ببر. اما من میخوایم خواهر من ببینم. گپ نزن دختر، هر چی که میگم اما تو کو برو. را برو وزن حرکت کو برو. بس است، چپ باش، را برو. حالا دیگه سوز شو. من هیچ نفهمیدم چی کنم زینب. هر راه را تجربه کردم. اینجا چه قسم یک جای است؟ پیش پلیس رفتم، پیش امنیت رفتم، حتی با سارنوالیام رفتم، اما نه، هیچ کس از سرزده اینجا درست کار نمیکنه. با خدا اگر بتانم از اینجا زهرا را گرفته فرار میکنم. صبر کو. تو چی گفتی؟ گفتم اگر بتانم زهرا را از اینجا فرار میتم. درست از همین کار انجام بدی. یک مفکوره به ذهنم آمد. تو زهرا را گرفته پیش ما بیا. در اینجا به مسئولین مراجعه میکنیم. تا وقتی که یک راه قانونی پیدا کنیم در حمایت دولت میباشیم. گپ تو بسیار منطقی به نظر میرسه. صبر کن، من یک بار همراه مادرش گپ بزنم. بالاخره او مادرش است. شاید همراه او یک جا شده یک راه پیدا کنیم. بعداً برات زنگ میزنم. درست است؟ خوب است، خداحافظ.
خواهرت چی شده؟ گفتن صبح زینب با این افتیده. خاله عدیه با ما گفت که دوستی کده، اما خواهر من قسم یک کاره کده نمیتونه. پس شخص بشین ترساندی مرا. تو بخواد خانه نی قبر میسازی. لوده گپ نزن. تو میفهمی که چی میگی؟ وقت افتادی باز میفهمی. حرکت کو دختر. در توموگرافی چیزی نشان نمیتم. امکان داره به خاطر ضربه بعضی زخم‌هاش ورم کنه. از همین خاطر مریض باید 24 ساعت تحت مراقبت ما باشه. تشکر میکنم دکتر صاحب، زنده باش. بازم شفای عاجل. خدا را شکر به خیر گذشت و چیزی نشده. مادر چی به خیر گذشت؟ وضعیت دختر نمیبینیم چطور؟ خیر است جانم، یک قسم حالتا میایه. یگان وقت اولادم از مادر خود لط میخوره. نه خیر، وقت زهرا مرخص شد دیگه او اولی نمیره. شما به اونجا نمیرین. تو میخوایی چی بگوی آزاد؟ فردا به خدا ما یک خانه پیدا میکنیم. شما هم دیگه نمیتونین ده او خانه باشین. علی و دجله را همراه خود میبریم. توبه حتی خودت هم متوجه گپایت نیستی. بچه دیوانه شدی؟ او حولی خانه ماست، آشیانه ماست. مادر در جایی که ظلم باشه نه خانه ما بوده میتونم و نکاشانه. خب او هم نباید دوستی میکرد بچه. مادر براتان گفتم از مسابقه پول به دست آوردم. معلمش هم گفته که این پول به کسی نشان نده. همینجا باش تا من آمدیم بیرون نمیری. فهمیدی؟ بهتر از تو دیگه مشکل ایجاد نکنی. اما من میخوایم خواهر من ببینم. بس است دیگه. خواهر من میبینم دیوانه ساختی. خواهر تو قدر با ارزش است. من زیاد حوصله ندارم دختر. به گپی که تو میگی هیچ کس باور نمیکنه. تو برنده شده میتونه دو کلمه درست گفته نمیتونه. مادر اگه سر ما باور ندارین باز برین از ملکه بپرسین. رو باره گفتن که شاهدت کیز گفتم. ناق برن دروغ نگو آزاد. من بسیار خوب میفهمم. یک قسم طرفم سیل نکو. تا امروز از حولی ما حتی یک خسم گم نشده بود. همه که خانم زهرا آمد پولای هدیه دفتن گم شد. ما باید چی فکر میکردیم؟ آزاد به خاطر دزدی که او دختر انجام دادم من از خانه و کاشانه خود جدا نمیشم. مادر ما تصمیم خود گرفتم. زهرا دیگه هرگز دو اولی نمی باشه. الیام نمی باشه. شما و دجلام اگر دلتان خواست میتونین بیاین، اگر نخواسته نیاین. جانم نترس، من هستم. نترس جانم، بس هست. گذشت، بس هست. ما اومدم، بس هست. آرام باش. مادر جان چی گپ شده؟ زهرا از زینه افتاده؟ ها، خانم محترم از زینه افتید. ها، قبل از ما خدا برش جزایش داد. چرا او چی کرده بود؟ از اتاق ما پول دوزی کرده بود. هدیه زود باش به دوران زنگ بزن. یک بار بره شفاخانه را ببینه. عروس چطور است؟ به چشمای خود ببینه. زمرد در موردش برم گفت اما درست نفهمید. درست است مادر. من میرم یک بار دجله را میبینم. راستش زیاد پشتش تق شده.
امرش گپ زدی؟ بله مادر، زنگ زدم گفت میرم. خودش 1 لیره ارزش نداره، باید 1 کد پول برش خرج کنه. خدایا صبر بدی. تو هیچ نمیفهمی که چی کنی، چی وقت گپ بزنی. مادر کلان جان، میتونم دولی ریسمان بازی کنم؟ برفین دجله را میپالید. برم برش بگویم که همیاله آمد. برفین؟ مادر ما پس این کار تو بود؟ مادر من مجبور شدم این کار کنم. با چی مجبور شدی؟ ای که پول مادرت دزدی کنی؟ تو چه قسم یک اولاد هستی؟ شما چه قسم مادر هستین؟ مرا دو خانه که مثل غار موش از روان کردین، خودتان آرام دهی اولی زندگی میکنه. مرا مجبور ساختین پولتان دزدی کنم. بیبی به خاطر بیعقلی تو زهرا کارش به شفاخانه رسید. حالا که ترسیدی از همین خاطر حال پول پس آوردی. کی باور میکنه که تو از اینا افتیده به این وضعیت رسیده باشی؟ انشالله دستاشان بشکنه. چطور حالت کردن؟ اینا هیچ از خدا ترس ندارن؟ دختره که مرا تا چی وضعیت بد رسانده. خب اونا چی میکردن؟ با خاطر که پول اونا رو دوزی کرده برش مدال میدادن ها؟ دیگه چی میکردن؟ پدر ما پول اونا رو دزدی نکرده. راستی؟ پس تو چی کردی که پولا رو به دست آوردی دختر؟ با خدا ما او پولا رو از مسابقه مکتب به دست آوردیم. گفتی مسابقه؟ مسابقه چی؟ مسابقه چی منا؟ مسابقه چی منا؟ ها؟ تو میگم زن دختر درباره کدام مسابقه گپ میزنه ها؟ پدر ما او دختره لط نکردیم، شما لط کردین. وای به تو بیشرم. حال مرا مقصر فکر میکنی؟ صبر کو که کلهی خبر شون. باز میبینیم که کی مقصر است. اونا همراهت میفهمن. البته حتما رفته همراه شوهرت گپ میزنم. مادر قربانتم شما می کارا نکنه. بیاز فرمان از هیچ چیز خبر نداشت و او هم که گفتم بسیار قهر شد. بله فهمیدم. خوب فهمید. قسم میخورم مادر با خدا او هیچ خبر نداره. بیاز من پولتان دوباره آوردم. مادر خواهش میکنم مرا ببخشید. این فقط بین ما باشه، لطفاً به کسی نگوین، لطفاً. بس از جانم آرام باش، ته شد دیگر گذشت، آرام باش. خوب هستی؟ حالا برام بگو که تو به این عجله کجا میرفتی؟ پیش کی میرفتی؟ پیش خواهرم. درست است، اما خانه تن خود طرف نیست. مولی خودمون نمیرفتم، به شفا خانه میرفتم. چرا با گپم باور نمیکنین؟ تا امروز ما از کسی چیزی را دزدی کردیم پدر. شما را پیش کسی شرمنده ساختیم نه؟ حالا خود شرمنده ساختی دختر. خانم عدیا پولای خود پیش تو پیدا کرده. این چطور میشه؟ ها؟ چطور میشه؟ گفتم که از مسابقه پول به دست آوردم. چرا بالای ما باور نمیکنین؟ اگه باور ندارین برین از معلمم بپرسین. یک زیاد گپ نزن. بیا از هر کاری که باشه او معلمت با تو برابر شریک است. بس از دخترم خود خسته نساز. من به بیگناهی تو کاملا باور دارم. مادرتان باور میکنه. همگی باور خود کردن. همگی باور میکنن. شما هیچ گپ نمیفهمین. چرا؟ میخوایی پس بری؟ متاسفانه نوچین مادر کلان.
مجبور هستم برم چی کنم دیگه. وقت دو دل یک جای شوه زمین و آسمان خوشی میکنه. بله کاملا راست میگه. بله با اجازهتان میرم دیگه. مادر من میرم یک بار عروس کوچکتانم میبینم. چی دروغ بگویم هیچ دلم آرام نیست. توبه توبه چی شد که دفتن توبه تشویشی و دختر شدی؟ تا حال خو هیچ قصی او نبودی. بانن دیگه مادر شما مرا هیچ نشناخته. اوام عضو همین خانه است مادر جان. بله مادر خدا کنه او را چیز نشده باشه. دعا کو که همه قسم باشه. همه ما یک جای دعا میکنیم. خیرت باشه تو چرا به اینجا تشریف آوردی؟ خانم کاکا حالا هیچ وقتی گپا نیست. هنوزم بیهوش است. با هوش آمده اما دکتر گفت که احتمال داره وضعیتش وخیم شوه. باید 24 ساعت اینجا باشه. پدر طرف من قسم سل نکنه. قسم با خدا او پول حلال است. او روز وقت گفتین دل درد استم نماندین مکتب برم یادتان است. ملکه مقاله مرام در مسابقه روان کرده بود. او پوله به خاطره که در مسابقه برنده شدم به عنوان جایزه دادن. ملکه معلمه مور آورده برم داد. امی دیروز خودش پیش ما آمده بود. او پولم همون وقت برم داد. اگه باور ندارین از مدیر مکتب بپرسین. گپا گوش کن اگه این گپ دروغ باشه باز. زهرا دروغ نمیگه. در اینجا اگه کسی دروغ میگه غیر از اعضای خانواده کرمانی کسی دیگه نیست. خواهر تو چی شده؟ مرا چیزی نشده حیف جان. تو جگر خود نباش درست است. گوش که خانم ملکه هر وقتی که تو خانه ما میایی یک مشکل ایجاد میشه. من رفته بودم که توفی زهرا را برش بدم. او پول حق زهرا بود. شما یک دختر کم سن سال عروس خود ساختین کفایت نکرد که حال با بیشرمی به او اتهام دزدی را زدین. میفهمم ملتش هم کردین. دروغگویی و تهمت فقط به انسانای بی وجدان خدا ناترس مثل شما میزیبه. او دختر زبان تو زیاد دراز شده. مادر یک دقیقه ببین خانم ملکه تو زیاد گپ میزنی. شکر کو که دختر هستی. اگه نمیفهمیدم همراهت چی کنم. این دختره هیچ کس علت نکده خودش افتیده. همونطور زهرا ها؟ فهمیدی؟ زهرا که تو را به این حالت رسانده؟ تو دوستی نکردی ها؟ تو دوستی نکردی ها؟ دوستی نکردی ها؟ بگو که کار تو از پول مرا دوستی نکردی ها؟ بگو دوستی نکردی؟ همونطور است؟ پول من تو دوستی نکردی؟ دوستی کردی یا نه؟ بگو که دوستی کردی. بیبی بیتر است بیبی مارا بیبی دوستی نکردی؟ زهرا لطفاً برام بگو اگه نگویی تو را از دستی ظالمان نجات دادن نمیتونم. بیبی معلم خانم کسایی را که تو ظالم میگی اونا خانواده زهرا هستن. متوجه باش که از ذهنت چی مبراید. اینجا هیچ کس زهرا را لط نکده. فهمیدی یا نه؟ راشد تو چه قسم یک پدر هستی؟ چطور وجدانت قبول میکنه که اولادت به این حالت برسانن؟ چطور میتونی قدر به تفاوت باشی؟ بس از دیگه.
زیاد چیق نزن. بسیار اشتباهی بزرگ کردین، بسیار بزرگ. صبر کن معلم ملکه. چی گپ است؟ چی میخوایی؟ میخوایم امرایت گپ بزنم. هرچی نباشه با هم از قبل آشنایی داریم. من داخل تمام گفتنی خدا گفتم. یعنی تو میخوایی تمام کار بار خودم مانده در غم زهرا باشی؟ پشت کار خود بگرد. او زیاد برات ارزش داره. ملکه خانم، از عروس ما دور باش. اگر نه چی؟ به از خودت معلم هستی. آخر جمله را هر قسمی که خودت میخوایی درست کن. تا زهرا را از دست شما ظالمان نجات ندم آرام نمی باشم. اگر فکر میکنی میتونی مرا بترسانی اشتباه میکنی. هر کار که از دستت میاد دریغ نکن. حسین، کدام مشکلی است قربان؟ خوب گپا گوش کن. اگه بار دیگه ای زن آمد با من خبر بده. فهمیدی؟ هر قسمی که شما بگوین. خانه آباد خان صاحب. میخوای مادر ما زهرا و بیادر ما امرای خود به یک جای دیگه ببرن. مادر کلان دایی مورد چی میگه؟ فعلا چشمای اونا کور است استاد، اما دعا میکنن که به خیر ببینن. دیدن به چشم زیاد مهم نیست، مهم داشتن بصیرت است. ظالم هم این چیزا میبینه، عادلم. ظالم کور میباشه، چیز را دیدن نمیتونه. عادل در هر عمل حکمت میبینه. با داشتن بصیرت آواز مگس هم معنی داره. کسی که بصیرت نداره برش فقط یک آواز است. خب در مورد جای فکر کردی؟ کدام خانه را دیدی؟ امروز یک جای دیدم، به بازار بسیار نزدیک است. بعض کارایش حل کردم، دیگر رسمیاتشان بخیر خلاص میشه. خب درست است، اما اگه ما در کلانت نخواهی بازو وقت چی میکنی؟ خب رضایتش میگیریم. مادر کلانم زنه با وجدان است، البته که قبول میکنه. چی بگویم بچیم؟ تو خود تصمیمت گرفتی؟ بله، از روزی که پدرم فوت کرده مسئولیت ما دیگه زیاد شده. خودم میفهمم، مادرم هم قبول میکنه. از طرف من با مادرت سلام برسان. خداوند برش توار یک بچه نصیب کرده، بسیار خوشبخت است. هر مادر نمیتونه لباس تربیت به حق زیبایی به اولاد خود بپوشانه. روز بخیر. میفهمم از اینکه هر روز مرا میبینین خسته شدین، اما ایره کاملا درست درک کردین خانم ملکه. بفرمایین. مشکل چی است؟ به ارتباط خانواده کرمانیان است؟ بله، من از اونا شکایت دارم. زهرای بیچاره را بسیار زیاد شکنجه کردن. حالی در شفاخانه بستر است. سرش ضربه دیده، امکان داشت بمره. اما زنده است. نظر به معلوماتی که ما گرفتیم وضعیتش خوب است و قسمی که دیدیم هیچ کس او را علت کوب نکرده. زهرا اتفاقی از زینه پایین افتاده. این گپا را کی براتان گفت؟ افراد ما 24 ساعت در خدمت مردم هستند. هر واقعی را که اتفاق بیفته تعقیب میکنن. همچنان از طرف مسئولین شفاخانه تا حال کدام گزارش یا هیچ کدام شکایت نامده خانم محترم. به خاطر که اونا از کرمانیا میترسن، کاملا مثل شما. با آخرین بار براتان اخطار میتم، اگه شما متو به گپایتان ادامه بدینو همیشه ما و مامورین پلیس با ترسو شریک بودن در اختلاس توهین کنین، شما را با جرم اتهام زدن دستگیر میکنم. چقدر خوب. حالا من پیش شما مقصر شدم. مطمئن شدم عدالت در اینجا رخصتی گرفته، اما من منتظر آمدنش نمی باشم. من هیچ نفهمیدم چی کنم زینب. هر راه را تجربه کردم. اینجا چه قسم یک جای است؟ در حوزه پیش آمار پلیس رفتم، حتی به سرانوالیام رفتم، اما نه، طرز اینجا به هیچ کس اجازه کار نمیده. اگه از دستم بیای زهرا را گرفته از اینجا فرار میکنم. صبر کو. تو چی گفتی؟ گفتم اگه بتونم زهرا را گرفته از اینجا فرار میکنم. درست همین کار انجام بدی. یک مفکوره به ذهنم آمد. تو زهرا را گرفته پیش ما بیا. در اینجا به مسئولین مراجعه میکنیم تا وقتی که یک راه قانونی پیدا کنیم در حمایت دولت میباشیم.
آزاد؟ بله درست است. در کجا ببینیم؟ فردا همی که خانه را گرفتم همراه زهرا و تمام خانواده میرم. چی شد؟ تو خوش نشدی؟ نه خیر آزاد. چرا؟ تا وقتی که زهرا همراه من باشه زندگی خوش و راحت می داشته باشه. زهرا تا وقتی که عروس خانواده کرمانیا باشه اونا به هیچ صورت اجازه نمیتن آرام باشه. تو بالای من باور نداری؟ مرا غلط درک نکو آزاد، اما این کار تو قسم به نظر میرسه که یک پرنده از یک قفس به قفس دیگه انتقال بدی. خواست من خوی نیست. من میخوایم که زهرا را از یه حبس ابد نجات بدم، از علی طلاقش بگیرم، به مکتبش ادامه بدم، بالاخره میخوایم مصاحب یک مسلک شوه. درست از درکت میکنم. حق به جانب هستی. چیزی که در فکر مامت انجام دادم. من بیش از این فکر میکنم آزاد. بیبی ملکه، اگر چیزی را که من فکر میکنم انجام بدی هیچ کدامتان حمایت کردن نمیتونم. ضرور نیست به تشویش ما باشی. من متوجه خود بودم میتونم. اگر به خاطر زهرا میگی درباره وام فکر نکن. ضرور نیست همراه خانوادت مخالفت کنی به خاطر که زهرا اینجا نمی باشه. من تصمیم گرفتم کور از اینجا ببرم. یعنی چی؟ همراه زهرا فرار میکنی؟ گوش کن ملکه، گوش کنی ای کارا نکنی. اونا اردویتون از بین میبرن. تشویش نکن، من نمیمانم حتی با موی زهرا ضرر برسه. اگه ما را پیدام کردن میگم من زهرا را به زور بردم. نه خیر، تو جان خدا در خطر میندازی. راشد. اوه نظمی خوش آمدی. خوش باشی. بیشی راحت باش. چرا استاد هستی؟ نه تلفن گفتی عاجل است. بله عاجل است. تو یک دقیقه صبر کن. احمد تو برو میزای بیرون پاکو. حالا زود باش. بسیار میبخشی که تا اینجا به زحمت ساختم. مهم نیست، دقیقش نشو. بیبی تا جایی که آدم تو یک دختر بسن زهرای ما داری. آها دارم. آها بسیار خوب. راستش در مورد دخترت یک مفکوره دارم که به درد تام میخوره. مفکوره؟ آها بله، یک مفکوری که بسیار پول داره. دو پول بسیار مشکلات ما رفت میشه. قبول است. خوب است. حالا گوش کن. راست بگوین مادر، خواهر ملت کردن هموتو نیست؟ من خب برات گفتم فرمان، خواهرت از اینه پایین افتاده. تو هم به این گپ باور کردی هموتو نیست؟ سر دخترم تومت کردن، میگن پول دوستی کردن. او میگه که از مسابقه او پول به دست آورده. فرمان میشه تو یک دقیقه آرام باشی؟ بیبی مادرت هم هیچ خوب نیست. فرمان عذر میکنم، کدام دیوانگی نکنی قربانت شما. برفین دست میلا کو، ما اون آره تو نمیمانم. تو چی خواست کردی؟ اونجا رفته برشان چی میگی؟ ما او پول دادم، موضوع بسته شد دیگه. هیچ چیز بسته نشده برفین. با خاطر این کار کم بود خواهر ما بمره. برات عذر میکنم لطفا. اگه اونا از این دوزی خبر شون بسیار عصبانی میشن. لطفا برشان چیزی نگو فرمان. پس یگانه ترس تو همی است ها؟ حالی که زهرا میگه پول من نگرفتیم، پس کی گرفته باشه؟ شاید کاکای ما خانمش بفهمن. از اینا بپرسین. نه خیر، ده اصل گناه هیچ کس نیست. اشتباه خودم است. فراموش کرده بودم پول در کجا موندیم. باز فکر کردم که فکر کردی که پول زهرا گرفته. بیچاره را به اندازه علت کردی که بیهوش شد و شفاخانه بردنش. وای با تو عدیه، هیچ کار خوب نکردی زن. این کار بسیار گناه داره. بسیار گناه بزرگ. به جایی که بالای عروس ما تهمت کردی، چرا متوجه دختر نازانه خود نمی باشی که امروز این وضع سر خانواده ما نمی آمد؟ بیبی زهرای بیچاره در شفاخانه بستر است و آزادم خانه را رها کرد و رفت. تو هم در فرار کردن برفین همراهش کمک نکردی؟ بس از دیگه، اردویتون چوب باشین.
دوران کی زنگ زده؟ کدام دشمنش است؟ امی که زنگ آمد دفعتا رنگش زرد شد. زلال است. چی میگی؟ چرا دایی وقت زنگ زدی؟ از تو یک خواهش دارم دوران خان. با خاطر کارایی که دیروز برات انجام دادم. چی میگی؟ یک کار انتقالات است. بیا زود زودی قالینای تو به خارج میره. نمیشه. امرای خود میخواین مرا در بدر کنین. بار قبلی هم کم بود افشا شوین. بسیار خطر داره. انجام دادن این کار از دشمنی ما کده خطرناکتر است دوران. تمام خطر متوجهم است. از این خاطر باید سهمم از یاد باشه. به نظرتان دروغ میگم؟ آزاد کاملا از ما جدا شده. اگه فردا فرزند بیایه او بگویه که من سهم خودم میگیرم و همراهتان دعوا کنه هیچ تعجب نمیکنم. دوران آمد او را با خود برد. اسناد امضا کرده گفتم مسئولیتش رو من میگیرم. چرا مانع نشدی؟ چرا به من خبر ندادی؟ ماما میال از گپ خبر شدم. یسو از زهرا. بله از طفولیت برم مانده. فردا زهرا ساعت 6:30 از طلوع.